مقاومتگران نیست. اگر اونا فرار میکردن در روز اول تمام شرایط را داشتن فرار میکردن. اونا نه سنگی را به سینه زده بودن مانند دکتر اشرف غنی که رئیس جمهور کشور بود و نه رئیس جمهوری بودن و نه وزیری بودن نه سرداری بودن، بلکه احساسشان نسبت به کشورشان، نسبت به مردمشان، نمایانگر محبتشان نسبت به افغانستان بودن. همرولای صالح دوامدار با اونا در ارتباط هستند. اونا فعلا سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان را به دوش دارند، در داخل خاک افغانستان در پنجشیر قرار دارند. چیزی را که شما تذکر دادین که فرزند مارشال فهیم در صفحه فیسبوک خود نوشته کرده که گویا احمد مسعود پنجشیر ترک کرده و فرار کرده، فکر میکنم که این حرف درستی نیست و این قضاوت درستی نیست. جوانی که در هیچ سمت حکومتی قرار نداشت و امروز با افتخار در رأس جبهه مقاومت قرار داره و در دفاع از مردم افغانستان است. ولی ضرورت است که بسیار این ضرور نیست که رهبرای مقاومت و حکومت را هر کس باید ببینه و هر کس در این شرایط اساس با اونا دسترسی داشته باشه. در این اواخر دشمنان افغانستان با ستلایت ها و تلفن ها شرایط را پیدا کردند و میتونستند که محلات رهبران مقاومت و دولت اسلامی افغانستان را تثبیت بکنند. به این اساس کمتر رابطهشان در سطح صفوف کمتر است و این سر صداهایی که برآمده این اساس ندارد.